چرا هر راننده‌ای باید یک تستر سیمکشی خودرو داشته باشد؟ با آیا تا به حال پیش آمده که چراغ‌های خودروی شما ناگهان خاموش شوند یا ضبط ماشین بدون دلیل از کار بیفتد؟ شاید هم استارت خودرو گاهی عمل کند و گاهی نه. مشکلات برقی خودرو یکی از رایج‌ترین دردسرهایی است که رانندگان با آن مواجه می‌شوند. اما خبر خوب این است که نیازی نیست برای هر ایراد کوچک به مکانیک مراجعه کنید. داشتن یک تستر سیمکشی خودرو می‌تواند به شما کمک کند تا خودتان مشکل را پیدا کرده و در بسیاری از موارد آن را برطرف کنید. تستر سیمکشی خودرو چیست و چگونه کار می‌کند؟ تستر سیمکشی خودرو یک ابزار ساده اما بسیار کاربردی است که برای بررسی سلامت مدارهای برقی، فیوزها، سیمکشی و اتصالات خودرو استفاده می شود. این دستگاه می تواند نشان دهد که آیا برق به درستی در مدار جریان دارد یا نه، آیا قطعی یا اتصالی کوتاه وجود دارد. بسته به نوع تستر ممکن است نشانگر لامپی، عقربه‌ای یا دیجیتالی داشته باشد. برخی از تسترها حتی دارای قابلیت اندازه‌گیری ولتاژ یا تست قطبیت برق هستند. چرا باید تستر سیمکشی خودرو داشته باشیم؟ یک ارزیابی سریع و جلوگیری از هزینه‌های اضافی. تصور کنید خودرویتان یک روز صبح استارت نمی‌خورد. آیا مشکل از باتری است، دینام، استارت یا فقط یک اتصال ساده که قطع شده؟ به جای اینکه ماشین را به تعمیرگاه ببرید و هزینه زیادی بابت بررسی برقی خودرو بپردازید، با یک تستر ساده می توانید خودتان مشکل را پیدا کنید. مثلا اگر برق به استارت نمی رسد، یعنی مشکل از مسیر سیمکشی یا یک فیوز معیوب است. 2. حل مشکلات رایج بدون نیاز به مکانیک. خیلی از مشکلات برقی خودرو با یک تست ساده قابل تشخیص هستند. مثلا چرا چراغ‌های عقب کار نمی کنند؟ شاید فقط یک سیم قطع شده باشد. چرا بوقه خودرو از کار افتاده؟ شاید مشکل از اتصالی بدنه باشد. چرا ضبطه ماشین روشن نمی شود؟ احتمالاً فیوز آن سوخته است. با داشتن یک تستر نیازی نیست برای هر مشکل کوچکی به تعمیرگاه بروید. خودتان می توانید تست کنید و در بسیاری از مواقع مشکل را برطرف کنید. 3. بررسی سیمکشی هنگام خرید خودروی دست دوم. اگر قصد خرید یک خودروی دسته دوم را دارید، تستر سیمکشی می تواند یک ابزار نجات دهنده باشد. آیا سیمکشی خودرو سالم است؟ آیا چراغ‌های خودرو بدون مشکل کار می‌کنند؟ آیا قبلا روی سیستم برق خودرو دستکاری شده است؟ خیلی وقتها فروشندگان مشکلات برقی را با دستکاری سیمکشی یا استفاده از فیوزهای نادرست پنهان می‌کنند. اما شما می‌توانید با یک تست ساده از این موضوع باخبر شوید. جهت ثبت سفارش و خرید محصول به سایت ما وارد شوید و همانند ویدیو خرید خود را انجام دهید. تا با شماره زیر تماس برقرار کنید.